дар доираи тадбирҳо ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтани 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо соҳибкорону фаъолон бунёд ва ба истифода додани 396 иншооти мухталиф аз ҷумла бунёди 5 адад ширхоргоҳ кӯдакистон, 200 адад синфхонаҳои иловагӣ дар заминаи муассисаҳои таълимӣ ва соҳаи тандурустӣ ва садҳо иншооти таъйиноти гуногун ба нақша гирифта шудааст. کارهای ساختمانی با مرام ادامه داشته انشاءات‌های مذکور در مرحله انجامیابی می‌باشند. در عرفه عید جشن‌های نوبتی مورد استفاده قرار می‌دهند. کارها با صفت بلند رفته ایستاده است و انشاءات‌هایی که در این جشن مورد استفاده قرار می‌دهند سرسال‌ها با مردم خدمت رسانی می‌نمایند. انشاءات‌های حیاتاً مهم کارخانه‌های صنعتی هم هست. بنگاه‌های طبی، مؤسسه‌های تعلیمی، مرکزهای خدمت رسانی، بناهای بلندشانه، بناهای مأموری، همه نمود بناها در ما موجود است. ساختمان بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده که از سالهای شوروی باقی مانده است، همه شعبه‌های آن مرحله به مرحله از تعمیر کلی برآورده شده به استفاده داده می‌شود. در این سمت سهم ماموریت و صاحبکاران وطندوست و آبادکار شهر ترسونزاده نظررس ارزیابی می‌گردد. در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده 30 شعبه عمل می‌کند. اکثر شعبه‌ها در برابر تعمیر کاپیتالی با تجهیزات نوی طبابتی زمان معاصر تامین شده‌اند. در همه راهرو و شعبه‌ها شعار و آویزه‌ها با رعایت مقررات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی نصب کرده شده است. هرچند که قسم زیادی کارهای تعمیر و ترمیم به انجام رسانده باشد هم، ولی مسئولین عزم دارند که با استفاده از امکانات دسترس شعبه‌های باقی مانده را نیز پوره تعمیر نمایند. در بیمارخانه مرکزی شهر ترسونزاده بیشتر شعبه‌های کودکانه، تولد، شعبه مادر و کودک، شکست و بند، بیماری‌های درونی، متوش‌کنی و جراحی فعالیتشان خوب برآمده آمده شده است و بیماران می‌توانند در این شعبه‌ها در اساس برنامه کفالت دولتی پوره طبابت بگیرند. در جماعت و دهات نیز امروزها کارهای سازندگی و بنیادکاری متشکلانه ادامه دارد. نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر گروه‌های کاری تشکیل نموده سلسله واخوری‌ها در جماعت‌های شهرک و دهات شهر گذرانده می‌شود. خوشبختانه ساکنان و صاحبکاران جماعت‌های شهرک و دهات در اساس سیاست بنیادکارانه سرور دولت در بنیاد انشاءات مهم و رشد دهات از قبل بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی و صنفخانه‌های ایلاوگی، کودکستان‌ها، منفرج کنی راه‌های محلی و دیگر کارهای سازندگی سهم نظر می‌گذارند.